خیلی خوب. به نام خداوند بخشنده و مهربان، همدیاران عزیز، اینک همایش آنلاینی ما بخشیده به 29مین سالگرد استقلالیت جمهوری تاجیکستان و دومین سالگرد تأسیس پیمان ملی تاجیکستان آغاز می شود. همگان در آگاه هستید که 2 سال قبل در شهر ورشاو پیمان ملی تاجیکستان تأسیس شد و همه ساله ما همایش‌های بخشیده به این تأسیس پیمان را برگزار می‌کردیم. این سال با سبب‌هایی که به همه ما و شما معلوم است، یعنی دقیق‌ترش با سبب کووید 19 که تمام جهان را فرا گرفته است و برای به خاطر رعایت قانون‌ها و اون طلبات‌هایی که کشورها جاری کرده ایستادن، ما هم تصمیم گرفتیم که این سال این همایش را آنلاینی برگزار کنیم و امیدواریم که هموطنان عزیز ما را درست درک خواهند کرد. و در این جلسات قرار است که چندی از مسئولین پیمان ملی تاجیکستان صحبت خواهند کرد، نظر خود را عاید به استقلالیت کشور و این چنین پیمان ملی تاجیکستان 2 سال فعالیت پیمان اظهار خواهند کرد و بعداً شاید که اگر سوال‌های یا ملاحظه‌های از بینندگان عزیز، از اعضا و پیروان پیمان ملی تاجیکستان، از همه هموطنان گرامی اگر وارد شده باشد، در یک قسمت آخری همایش تقریباً نیم ساعت ما رهبریت پیمان ملی در خدمت مردم خواهد بود. باید گفت که در این نشست که از طریق آنلاین برگزار میشه، از طریق زوم تنها سخنران‌ها در اینجا وارد هستند، اما مردم، بینندگان و همه کسانی که خواهش دیدن این همایش را به شکل آنلاینی دارند، یا در یوتیوب یا در فیسبوک یا شبکه‌های دیگر میتوانند آن را مستقیم پیگیری کنند. حالا طبق اون مشورتی که مسئولین همایش کرده بودند، برای ما هم در شروع این همایش تقریباً 20 دقیقه وقت جدا کردند برای آنکه نقطه نظر خود و موقع پیمان ملی تاجیکستان را هم در باره استقلالیت کشور و هم 2 سال فعالیت پیمان ملی تاجیکستان بیان کنند و بعدا انشاءالله که به نوبت و نمایندگی از هر سازمان عضو پیمان ملی تاجیکستان 1 نفری یا 2 نفری صحبت خود را خواهند کرد. حالا با اجازت دوستان من شروع میکنم به واسطه به صحبت مقدمه‌ای که به بنده همچون رهبر پیمان ملی تاجیکستان اختصاص داده شده بود شروع کنم. همدیاران گرامی، البته به سبب نیست که ما مؤسسین پیمان ملی تاجیکستان این روز را، یعنی 9 سپتامبر را روز تأسیس پیمان ملی تاجیکستان انتخاب کردیم. البته امروز که 6 است تا 9 1-2 روز دیگر باقی مانده است، اما صحبت ما عموما درباره روز تأسیس می رود و ما این کار را آگاهانه کردیم و شاید که در این تصمیم ما یک چند پیام هم در داخلش بود. پیامی از همه مهم این بود که استقلالیت برای پیمان ملی تاجیکستان و اصلا برای همه مردم آگاه و بیدار تاجیک این تنها یک شعار، تنها یک جشن نیست، بلکه این یک زندگی باید باشد، این یک واقعیت باشد و این یک ارزش باشد که هر یک شهروند کشور باید با این واقعیت همه روزه زندگی کند. اما متاسفانه استقلالیت را امروزا می‌بینیم که تنها به یک شعار و به یک جشن تبدیل دادن، اما ماهیت استقلالیت، چه استقلالیت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، در حیات همه روزه هر یک شهروند تاجیکستان اون دیده نمی شود. امکان ندارد یک کشور، یک ملت مستقل باشد وقتی که شهروندانش نزدیک 2 میلیون شهروندش استقلالیت اقتصادی ندارد، مهاجر هست، در یک کشور دیگر کار میکند و الان امروز که وضعیت اقتصادی اون کشور، یعنی منظورم روسیه یا قزاقستان یا هر کشور دیگر باشد، اگر بد شده است، نزدیک 2 میلیون تاجیک ما امکانیت زندگی را تقریبا دارن از دست میدن. یعنی برای ما در پیمان ملی تاجیکستان استقلالیت این باید یک واقعیت باشد از لحاظ اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و
تمام تلاش ها را باید کرد که اون روز را، اون استقلالیت واقعی را باید نزدیکتر کرد. دوم پیام شاید ما وقتی که را تاسیس می‌دادیم به خاطر آن بود که متاسفانه خود ارزش استقلالیت، این مفهوم از دست صاحبان آن که پیش از همه ملت تاجیک است و بعداً باید اعتراف کنیم که یک ایده خورده از مردم تاجیک، از روشنفکران، از آزاد اندیشان، اونا بودن که اندیشه استقلالیت را در جامعه پهن کردن، برایش مبارزه بردن، برایش تلاش کردن، زندانی شدن، حتی مثل استاد مرحوم سید عبدالله نوری که ماده جنایی که به آن محکوم شد این فعالیت ضد شوروی بود، مثل استادان طاهر عبدالجبار، اصلی صاحب نظر و ده ها نفرانی که دیگر در اینجا فرصت نام گرفتن نیست، اینها را کنار زدند و این ارزش ها از دست آنها ربوده شد. امروز یک گروهی که تصادفاً و نه تنها تصادفاً بلکه در اول آگاهانه علیه این استقلالیت مبارزه بردند و استقلال خواهان را دشمن اعلام کردند، خائن اعلام کردند، سرکوب کردند، زندانی کردند. امروز این ارزش ها را صاحبش شد کردند و اون کسانی که واقعا سزاوار آن هستند که باید استقلالیت با نام آنها گره بخورد، آنها در کنار گذاشته شدند و شاید که انتخاب این روز از طرف نیروهای آزادیخواه و خصوص پیمان ملی تاجیکستان که یک بخش از نیروهای استقلالخواه و آزادیخواه امروز هست، با اون خاطر است که یک اجر، یک یادآوری از این بزرگان کرده شود و شاید یکی از اولین مسئولیت ها و وظیفه هایی که پیمان ملی تاجیکستان و یا هر کسی که بعد از این حاکمیت به سر قدرت خواهد آمد، برگرداندن این ارزش ها به جای خودش و برگرداندن این استقلالیت به صاحبانش، پیش از همه به ملت و به اون کسانی که مبارزه بودند. و این چنین البته یک چندین پیام های دیگر هم در داخلش هست در این انتخاب این روز و من با نظر داشت کمبود وقت مفصل در این باره نخواهم گفت. انشاءالله که در شکل کتبی خطی این گفته ها حتما نشر خواهند شد که در اونجا انشاءالله دوستان عزیز بعدا مطالعه خواهند کرد. خب دوستان گرامی، وقتی که پیمان ملی تاجیکستان تأسیس شد ما یک چند واقعیت ها را به نظر گرفتیم. اولش این که خودی فکر تأسیس پیمان فکر نبود که یک باره به سر چند نفر آمده باشد، بلکه تقریبا 2 سال بالای اندیشه کار کرده شد، زیرا تمام قشرهای جامعه بخصوص آنهایی که واقعا میخوان علیه دیکتاتور، علیه ظلم و ستم در کشور مبارزه برند، بر این فکر بودند و هنوزم بر این نظر هستند که هیچ حزب، هیچ شخصیت اگر هر چقدر قوی هم نباشد نمیتواند به تنهایی مبارزه ملی را به نتیجه برساند و وحدت، اتحاد، همکاری یکی از شرطهای پیروزی همه گونه مبارزه برای رسیدن به عدالت و آزادی هست. بنابر همین این فکر از طرف خود مردم برمی آمد و بالای آن کار شد. بعد از تقریبا 2 سال مشورت و کارها، هماهنگسازی ها و ملاقات های زیادی سرشمار با تمام کسانی که در خارج بودند و امکان ملاقات با آنها است، ما یک عده از مؤسسین پیمان به نتیجه رسیدیم که دیگر نباید تأخیر کرد. با اون گروه، با اون افرادی که امکان همکاری هست و آماده هستند باید کار را شروع کرد و البته در همکاری را باز گذاشت برای همگان، چون پیمان ملی تاجیکستان یک نیروی اپوزیسیونی مبارز است، اما همه اپوزیسیون نیست و همه مبارزین نیست. این یک گوشه از مبارزین هست، شاید که گوشه کمتر هم باشد. اکثریت قاطع مردم مبارز و اون کسانی که یا علنا یا غیر علنی خود را در مخالفت با سیاست‌های حکومت امروزه می‌دانند، اینها در بیرون پیمان ملی تاجیکستان و اصلا بیرون از همه گونه حزب و حرکت‌ها هستند و طوری فردی عمل میکنن یا اصلا الان وارد معرکه عمل هم نشدن. بنابراین همین تصمیم گرفته شد که در 2 سال قبل بدون تأخیر فعالیت دست جمعانه شروع کرده شد. شاید بعضی از دوستان سوال بگذارند که
شاید ما یک کمی تأخیر کردیم یا برعکس کمی زودتر تأسیس دادیم، باید منتظر می بودیم یک 2 سال دیگر. من بعد از گذشتن 2 سال از فعالیت به این نتیجه رسیده ایستادم که انتخاب سال وقت از نگاه ما درست بود، چون ما اگر هر چقدر منتظر هم میموندیم تا امروز فکر نکنم که نفران بعدی یا گروه های بعدی آماده می شدن که وارد شوند، یا اگر کمی زودتر هم که آغاز میکردیم وضعیت چندان تغییر نمیکرد. خب دوستان گرامی، پیمان ملی وقتی که هدفهای خود را مشخص کرد هنگام تأسیس، البته اون در دکلراسیا و در اون بیانیه‌های رسمی مفصل گفته شدن، اما 2 نکته رو میخوام اینجا بیان کنم. یکی این که ما وقتی که هدفهای خود را مشخص کردیم به این نتیجه رسیدیم که باید هدفهای ما با آرمان‌های ملی سازگار باشند، چون هر هدف، هر فرق ندارد اون هدف فردی از کدام حزب و گروه هست، اگر با آرمان‌های ملی همخوانی نداشته باشد دیر یا زود آن به ناکامی دچار خواهد شد. و البته آرمان‌های ملی تاجیکان را شما خوب می‌دونید، یا تاجیکستانیان که این رسیدن به یک جامعه آزاد، دموکراتی و پیشرفته هست که برای بعضی ها این ارزش است که دنبالش هستند، برای بعضی دیگر این شعار هست. شما اگر به همون آرمان‌ها و هدف‌های حزب خلق دموکراتی یا احزاب کشوری دیگرش نگاه کنید، همین کلمات در اونجا وجود دارد، اما برای اونها این یک شعار هست که از اون سوء استفاده میکنند. برای مبارزین این واقعیت است، این ارزش است که برای اون تلاش میکنند، مبارزه میبرند، زندانی میشوند، مالکیت را از دست میدهند، وطن را از دست میدهند. بنابراین این هدفهای ما با آرمانهای ملی همخوانی دارند. و نکته دیگر این است که این هدفها باید که عملگرایانه یا واقع‌بینانه باشند، چون هر چقدر یک هدف اگر زیبا و خوب هم نباشد، اگر واقع‌بینانه نباشد و عملی شونده نباشد، رسیدن به آن دشوار است. بنابر همین پیمان ملی تاجیکستان در معین کردن هدفهای خود خیلی با مشورت و با آگاهی و با احتیاط رفتار کرد و ما باور داریم که اون هدفهای معین شده واقع‌بینانه و عملی شونده هستند. خب یک نکته رو اینجا میخواستم بیان کنم که ما از اول میدانستیم که پیمان ملی تاجیکستان مخالفین خواهد داشت، حالا که حکومت 100% و این طبیعی هم هست و بعدا هم دیدیم که با چگونه تلواسه و به اصطلاح هیستریکا پیدایش پیمان را قبول کردند و تا امروز دوام داده ایستادند بدون آنکه ما هنوز دست به کار بزنیم. پیمان ملی را تروریستی اعلام کردند. همزمان از طرف بخشی از دیگری جامعه هم مخالفت‌ها آغاز شدند و ما حالا وارد این بحث نخواهیم شد چون فرصت نیست برای تحلیل این حالت، اما در عموم میتوان گفت که ما با این آماده بودیم و هنوز هم آماده هستیم و پیمان ملی تاجیکستان ناواسطه از این مخالفت‌ها فعالیت خود را کماکان ادامه خواهد داد. اما یک نکته را باید بگم که ما مخالفتی غرضناک را از انتقاد سالم و انتقاد سازنده باید جدا کنیم. پیمان ملی تاجیکستان نه تنها قبول میکند بلکه منفیت دار هست که فعالیت‌هایش انتقاد شوند، تحلیل شوند و ما خودمون نیاز به این داریم. حالا یکی این تحلیل داخلی هست، یکی تحلیل خارجی که باید برای ما از بیرون هم ارائه شود. خب من قبل از آن که به سمت‌های اساسی فعالیت پیمان بپردازم، یک نکته دیگر را میخوام تاکید کنم که چرا پیمان ملی تاجیکستان برخلاف برخی از تحلیل‌ها و نه تنها تحلیل‌ها بلکه این همه فشارهای و کارهایی که علیه ما کرده شد که باید پراکنده بشود، فعالیت نکند، قوی نشود، پایدار باقی ماند و امیدواریم که تا روزی که مبارزه ما به نتیجه نرسد پایدار خواهد موند و حتی بعد از اون هم همچنین یک نیروی ملی فعالیت خواهد کرد. من 3 عامل را مهم می‌دانم. یکی اینکه کسانی که پیمان را تأسیس دادند آگاهانه به این راه رفتند و می‌دانستند این راه چی هست، چقدر دشواری‌ها دارد، از تمام این فراز و نشیب‌های احتمالی آگاه بودند، از این همه هجوم‌هایی که بالای پیمان می‌شود افراد پیمان، برای مثال بخشی که دوستانی که حالا به اصطلاح در ناخونک منسوب به بخش دنیوی هستند بالای آنها فشار آورده می‌شود که
چرا شما آمده در پهلوی دایره ها یا حزب‌های مذهبی دینی قرار گرفته؟ یا برعکس به گروه های مذهبی مثل حزب نهضت اسلامی تاجیکستان فشار میارن که چرا شما مگر یک حزب اسلامی هسته در با دیگرها همراه شده؟ این گونه فشارها بودند، هستند و خواهند بود. اما خوبی کار در این است که افرادی که تأسیس دادن پیمان را از قبل این گونه ملاحظه و فشارها را میدانستند و آمادگی داشتند. دوم اینکه ما در پیمان ملی تاجیکستان نسبت تمام حادثه ها، حالت ها، سیاست های بیرونی پیمان همیشه یک موقع واقع بینانه و عملگرایانه داشتیم که خود باعث آن شده است که تا امروز تمام افراد پیمان من نمیگم که اختلاف ها نیست، ایراد ها نیست، بلکه در عموم در مسائل های کلی با هم هماهنگ و منسجم بودند. و یک عامل دیگر هم از دیدگاه ما خیلی مهم است، این که در مسائل های داخلی در پیمان یک رسم شده است، یک فرهنگ که تمام مسائل باید شفاف، آشکار گذاشته شود. اختلافات های داخلی، انتقادهای داخلی باید راه حل خود را پیدا کنند و تا امروز کارساز بودند و امیدوارم که تا به آخر همین گونه خواهد بود. اما اینجا چند دقیقه دیگر که اگر در اختیار داشته باشیم میخواستم درباره سمت‌های اساسی فعالیت پیمان با شما صحبت کنم که ما چه سمت‌های فعالیت داشتیم و به چه نتیجه رسیدیم. ما 3 سمت اساسی را در پیمان ملی 2 سال قبل معین کرده بودیم. این یکی سمت حقوق بشری، دیگر دیپلماتی سیاسی و سوم رسانه‌ای. حالا ببینیم بعد از 2 سال که ما در کجای کار رسیدیم. خیلی به اختصار در سمت حقوق بشری که اصلا ما خودمون نمیخواستیم وارد این وادی شویم، چون که کار حقوق بشری مسئولیت سازمان‌های دفاع از حقوق بشر است، چه خارجی و چه داخلی. اما پیمان ملی تاجیکستان ناچار بود، مجبور شد که وارد این صحنه شود، برای آنکه هیچ کسی به حداقل در داخل جسارت و جرأت و امکانیت بررسی و پشتیبانی از پرونده زندانیان سیاسی را نداشت و زندانیان سیاسی تاجیکستان پروندهشان یا در دست سازمان‌های خارجی ماند یا اینکه اصلا دیگر کسی نبود که از اونها دفاع کند. بنابر همین پیمان ملی تاجیکستان ناخواسته وارد این صحنه شد. اما موفقیت‌های هم بود با تلاش دوستان، با تلاش جامعه شهروندی، سازمان‌ها بخصوص سازمان‌های بین‌المللی. امروز پرونده 15 نفر از زندانیان سیاسی تاجیکستان و سازمان ملل رفت. کمیته دفاع از حقوق بشر سازمان ملل قرار خود را صادر کرد و من فکر میکنم در مقایسه با دیگر کشورها تاجیکان توانستند قضیه زندانیان سیاسی خود را در سطح جهانی بهتر معرفی کنند و فکر میکنم این نه تنها یک دستاورد پیمان ملی بلکه تمام جامعه شهروندی تاجیکستان است. سمت دیگر این سمت سیاسی دیپلماتی بود. من فقط نتیجه این را خلاصتا میگم. ببینید دوستان عزیز، حکومت جمهوری تاجیکستان تمام تلاش را کرد در این مدت که ملت تاجیک را بخصوص مخالفین را در عرصه بین المللی همچون تروریست و همچون افراطگرا معرفی کند. شما هیچ کشوری را مثل تاجیکستان ندارید که در اینترپول اینقدر شهروندش بیشتر باشد. حتی از چین و از هند که از 1 میلیارد زیاد هستند، شماره تاجیکانی در اینترپول بوده بیشتر است، یا در روی خطای گوناگون بانک ملی در سازمان‌های دیگر. یعنی حکومت تاجیکستان تقریبا ملت را دارد همچون یک گروهی، یک ملت یا قومی افراطگرا و رادیکال و خرافات پرست و جنایتکار معرفی می‌کند. اما تمام جامعه شهروندی از آن جمله پیمان ملی تاجیکستان هم ما تلاش خود را در این سمت کردیم، انجام داده ایستادیم که برعکس بیایم ملت تاجیک را همچون یک ملت معتدل صلحجو معرفی کنیم و تمام این دعواهای حکومت را درباره ملت و درباره مخالفین خنثی کرده باشیم. نتیجهش چی شد؟ تا امروز هیچ کشوری، هیچ سازمانی بین المللی دعوای حکومت تاجیکستان را درباره تروریست بودن برخی از هموطنان ما و شما اعتراف نکردند. بخصوص حزب و حرکت‌های اپوزیسیونی پیمان ملی تاجیکستان و سازمان‌هایی که عضو پیمان هستند و دیگر حزب و حرکت‌هایی که حکومت تاجیکستان آنها را تروریستی و اکستریمیستی اعلام کرده است. یگان کشور، یگان سازمان بین المللی معتبر تا به امروز این را
اعتراف نکرده است که من فکر میکنم این یکی از دستاوردهای بسیار مهم بود. اما در بخش رسانه‌ای، البته بخش رسانه‌ای خیلی کاری پیچیده و مهم است. باید گفت که تا چند نزدیک حکومت تاجیکستان و در عموم همه حکومت‌های دیکتاتوری رسانه‌ها را منپولیا کرده بودند تا اینکه افکار جامعه را خودشون کنترل کنند، بسازند، مردم دسترسی به خبری آلترناتیوی نداشته باشند. اما در این یک دو سال اخیر هم با شرافت پیشرفت تکنولوژی، اینترنت و دسترسی مردم به سرچشمه‌های گوناگون اطلاع رسانی و هم فعال شدن بسیاری از دوستان در خارج، سازمان‌ها، تشکیلات‌ها و بلاگرهای فعال، نتیجه این شد که این بالانس که پیشتر به نفع حکومت بود و به خصوص تمام دیکتاتورها در منطقه ما این وضعیت رو استفاده می‌بردند، آهسته آهسته قدم به قدم به نفع ملت دارد انجام می شود و امروز حتی با اعتراف برخی از خود ایدئولوژهای رسانه‌دار حکومت تاجیکستان که میگویند بانگ استراب میزنند که ما جنگ اطلاعاتی را در برابر مخالفین باخته ایستادیم، این نتیجه این فعالیت بسیار خوبی رسانه‌ای تمام مبارزان بود. از آن جمله شاید که در اینجا هم یک سهم خاکسارانه پیمان ملی تاجیکستان هم باشد و در آینده باید این نکته را هم بگویم که پیمان ملی تاجیکستان و تمام مبارزین برنامه دارند که هر چیز زودتر به سطح بالاتری فعالیت رسانه‌ای برسیم. شاید که در افق پیدا شوی تلویزیون ها ما شاهد باشیم در آینده و شکل‌های دیگری رسانه‌ای و من مطمئنم که در مجموع این سه سمت اساسی فعالیت پیمان ملی تاجیکستان که تا امروز اگرچه به طور قناعت بخش هم نباشد ولی قانع کننده بودند و دستاوردهای خوب داشتیم، در مرحله بعدی ادامه خواهد داشت و ما در آخر میخواستم هم امیدواری کنم و از کمک و دستگیری مردم عزیزمان و امید داریم که مثل گذشته ما را پشتیبانی خواهند کرد و کمک خواهند کرد، با ما همراهی خواهند کرد و هم یک منتداری خود را به نمایندگی از همه مسئولین پیمان ملی تاجیکستان و ملت عزیز داشته باشند که واقعا هم اگر ملت نمی بود، پشتیبانی ملت نمی بود و اون استواری و ایستادگی ملت نمی بود، از دست پیمان ملی دیگر گروه ها و هیچ مبارز کار انجام نخواهد شد. این ملت عزیز و مبارز و بزرگوار ما هست که بگذار خاموشانه هم باشد، بعضا با خاموشی خودش در مقابل این ظلم می ایستد، اما من مطمئنم، باور دارم که دیر نیست آن روزی که این خاموشی تبدیل به یک نعره، تبدیل به یک غوریش و به یک بانگ بلند آزادی در کشور ما خواهد شد و ما و شما انشاءالله که نتیجه این مبارزه را خواهیم داد. حالا دوستان عزیز، این بود صحبت بنده که از من خواهی شده بود یا سفارش شده بود که نگاه خود را درباره پیمان ملی و استقلالیت بگویم. اینجا میرسیم به قسمت بعدی نشستمون. حالا من از دوستان خواهش میکنم کسانی که در نوبت ایستادند نظر خود را در حدی تا 10-12 دقیقه سخنرانی خود را انجام بدهند. حالا سخن به دوست و برادر خیلی هم عزیزمان تیمور وقتی، روزنامه‌نگار و هم رئیس انجمن آزاداندیشان تاجیکستان و دیرکتور دپارتمنت اطلاعات پیمان ملی تاجیکستان میدهم. جناب تیمور وقتی بفرمایید. سلام علیکم دوستان، سلام علیکم رئیس پیمان ملی، برادران، همه برادران و خواهرانی که ما را تماشا میکنن، درود به همه. چند میخواستم به زبان تاجیکی گویم ولی اساساً سخن من به زبان روسی میشود. من میخواستم درباره استقلال کمی سخن کنم. استقلال و استقلالیت به نظر من یک نقطه روی
חריטה יורו זמין נסת. Если ки як шар нест. Если ки мо аз Душанбе, то истекло чихадар масофа дорим, ё ки чанд соат, ё чанд рӯз, ё чанд сол мехоҳад, роҳ мехоҳад то истиқлол расидан, чунин гуфтан мумкин нест. Чун ба назари банда истиқлол процесс аст, истиқлол захмат аст, кор аст. Истиқлол як падидаест, ки дар даруни қалб ва дар ақл ҷойгир аст. Поэтому я считаю, что с 92 года мы не только не сделали несколько шагов вперед, мы сделали несколько шагов. Мы, я имею в виду Таджикистан и таджикская нация, таджикистанцы, мы отступили от тех принципов и завоеваний, которые были достигнуты в 91 году, благодаря первым ласточкам и первым столбам, сутунам истиқлола, таким как Туйрак Джабор и его верные последователи, можно назвать десятки имен, которые представляют гордость Таджикистана. В нынешней ситуации назвать их всех поименно живых рискованно в нынешних условиях. Поэтому я не буду их всех называть, и к тому же их достаточно много. Это заняло бы много времени. Эти люди, ну, один из них это Мохаммад Али Хаитов, который сегодня помещен в тюрьму пожизненно в застенки этого режима, который себя называет сторонником, поборником независимости и автором независимости. Этот режим, который изначально боролся против реформаторских сил, которые выступали за независимость и которые, благодаря которым была достигнута независимость. И до сих пор идеологи и пропагандисты этого режима не стесняются говорить, что они боролись за восстановление конституционного строя. Это такой парадокс, это насмешка над независимостью. Это такой оксюморон, когда люди говорят, что они являются, так сказать, что независимость является их заслугой, и в то же время они говорят, что вот мы, бьют себя в грудь и говорят, мы герои гражданской войны, и мы боролись за восстановление конституционного строя, то есть Советского Союза и советской власти под красным флагом. И есть исторические свидетельства, фотографии и так далее, и видео Сангайка Сафарова, и Кинджаева, и Эмоли Рахмона. То есть дурить мозги людям вечно не получается и не получится. Мы сегодня видим на примере Белоруссии, как белорусский народ становится нацией, которая выступает за независимость, которая выступает. Это огромный урок для Таджикистана тоже, потому что два диктатора, фюрера, картофельных фюрера, которых белорусский народ метко назвал фюрером, от слова пюре и фюрер. Так вот, эти два фюрера большие друзья, и один гордится другим, говоря, что вошел в Душанбе с автоматом в руках, и теперь этот белорусский фюрер тоже бегает с автоматом в руках, собирается стрелять в свой народ. А белорусский народ нам сегодня показывает образцы
как надо бороться с фюрером и с диктатурой. Без тапочек вставать на скамейку — это называется независимость, это называется достоинство. Не ходить по газону, когда тысячи людей выходят на улицы, не топтать газоны, цветы, не ломать деревья — это называется гордость, национальное самосознание, это называется достоинство, зрелость, политическая зрелость и гражданская зрелость. Когда ни одно стекло, ни одна машина не повреждена, когда люди собирают, добровольцы, волонтеры собирают мусор, бутылки пластиковые из-под воды, какие-то бумажки после людей, и чисто там совершенно после многотысячных митингов. Вот это называется достоинство, вот это называется готовность людей ненасильственным путем достигать независимости. Независимость каждого человека, независимость государства и независимость страны строится, основывается на независимости каждого государства, каждого гражданина, на достоинстве гражданина. Независимость может основываться только на праве и достоинстве, и отказе от насилия. Потому что у нас в Конституции не написано, что тот, у кого больше денег, или тот, у кого лучшие связи, может насиловать девочку и получать за это 3 года или там 4 года, да, несовершеннолетнюю девочку. Или может на машине сбить человека насмерть, 3 человек, и получить за это штраф $20, $30. Простой человек, который выходит в защиту своих прав, обивает пороги и ничего не может добиться, и после этого выходит из администрации, обливается бензином и сжигает, потому что у него нет возможности как-то отстоять свое право, свою независимость, потому что эти законы не работают. Я считаю, что наша задача Национального альянса, задача форума свободомыслящих Таджикистана, сопредседателем которого я являюсь, является объяснить людям, объяснять ежедневно и отказ от насилия. Потому что право не в силе. Вот это правило мы должны в Таджикистане, в нашем народе укоренить, что не тот, кто сильнее, тот прав, что права у всех одинаковые, что мы должны воспитывать это, что нельзя поднять руку на женщину, нельзя поднять руку на ребенка, нельзя кидать камни в беззащитных животных, которых создал Господь Бог. Я, например, был очень потрясен в Стамбуле, в Турции, как относятся к животным, к собакам и кошкам. Они свободно гуляют по Стамбулу, лежат на пороге магазина, и люди перешагивают осторожно, и кошка не боится. Мы помним в детстве, у нас культ. У нас кошка не может пройти по улице, не получив 10 камней. Или собака. То есть вот мы должны воспитывать наш народ. Есть большое предубеждение, что придет другая сила, придет Национальный альянс, и это будет огромное насилие в отношении, нынешней власти. Эта власть, как гангстер, который захватила банк и заложников, вооруженная
это организованная преступная группировка, и когда люди просят в туалет или просятся освободить их, говорит, не требуйте своих прав, будет война. Или, например, как на Албате Пода. Пришел этот Чапан, взял стадо сельское и угнал в горы. Уже 28 лет люди говорят, верните нам наших коров и наших овец. Он говорит, не требуйте ваших коров и овец на джанг мешал. سلامت باشید تیمور دوستی عزیز. حالا با انشالله وقت میشد خلاصه کنید. بله. Поэтому я считаю, что независимость основана на отказе от насилия и на уважении каждого. И на уважении еще одну важную вещь, если вы мне дадите 2-3 минуты. Почему многие до сих пор не могут понять, бросают, так сказать, критикуют, обвиняют меня и других друзей, представителей светского общества, светской части общества Таджикистана, представителей форума свободомыслящих Таджикистана, почему они говорят, вы примкнули к исламской партии. Значит, не мы примкнули к исламской партии. Может быть, исламская партия примкнула к нам, и мы друг к другу примкнули. Мы объединились, потому что мы части этого общества. Мы должны создать в нашем обществе, мы должны отказаться от образа врага. Мы должны отказаться от представления, что придет другая власть и будет насилие. Мы должны отказаться должны просто прекратить это, прекратить практику пыток, практику насилия, практику коллективной ответственности, когда родственники, дети и так далее отвечают за прегрешения или за преступления, или мнимые прегрешения, преступления своих, так сказать, каких-то политических или чиновников, деятелей. И поэтому я хочу сказать, что только тогда Таджикистан будет независим, и этот путь будет продолжен успешно, когда мы выработаем национальные интересы, общие национальные интересы, которые будут стоять выше партийных и выше политических интересов. Вот и к этому надо стремиться. Спасибо. سلامت باشید برادر عزیز. حالا سخن با رئیس انجمن مهاجرین آسیای مرکزی در اروپا و رئیس دیرکتور دپارتمنت مهاجرین پیمان ملی تاجیکستان برادر عزیزمون الهام جان یعقوب داده میشه. بفرمایید. تشکر رئیس محترم، به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام علیکم تماشابینان عزیز، برادران، خواهران گرامی و اعضایان شورای پیمان ملی تاجیکستان. من هم مثل دیگر برادران به جشن وحدت همانهای را تبریک میکنم که در این راه، در راه رسیدن به استقلالیت مبارزه بردند و تلاش کردند، ولی باعث افسوس که بیشتری آنها از این دنیا رفتند، شهید شدند یا کشته شدند و یا بیشترشان در زندان ها هستند. به مثل این کشته شده ها یا از دنیا رفته ها خدا رحمت کند. استاد سید عبدالله نوری، استاد طاهر عبدالجبار، قدردین اسلانوف، اصلدین صاحب نظرов، جمعه‌بای نیازов که اینها بعضشان کشته شدند و یا بعضشان از این دنیا رفتند. به هر حال آنها را من تبریک میکنم. افسوس که آنها را در وقتش قدر نکرد و تا حال هم قدر نمیکند. ولی آنهایی که در زندان هستند و مثل محمد علی حید، سید عمر حسینی، اینها را البته به این جشن استقلالیت که آنها سهیم هستند، آنها مبارزه بردند، تبریک و مبارکباد مینمایم. همچنین هموطنان ارجمند را، برادران و خواهران و
اعضایان شورای پیمان ملی تاجیکستان را با سالگرد دومین پیمان ملی تاجیکستان مبارکباد میکنم و شکر به حد الله مهربان را که همه با اتفاق هم برای مبارزه و مقاومت با این رژیم رحمانوف، رژیم دیکتاتوری رحمانوف، رژیم خانوادگی رحمانوف تحت این نام پیمان ملی تاجیکستان و در زیر این چتر بزرگ پیش می رویم. من مقصود عباره پیش می رویم را اینجا آوردم و روی آن تاکید کردم، زیرا در حقیقت ما پیش می رویم و در حال پیشروی هستیم. خطری که انسجام ما پاره و از بین برود را در این 2 سال تلاش و پیکار ما از بین بردیم. ما اکنون دیگر به یک سوبیکت بین المللی تبدیل شدیم که چند مثال ها را در اینجا رئیس محترم پیمان ملی تاجیکستان الکی گفتند. البته که این از محبت و عشق و علاقه ما به راه پیش گرفته و به هدف مبارزه و با بازگشت پیروزمندانه ما به وطن ربط میگیرد. هر کدام ما از ما گمان میکنم در این راه همین آرزو و هوس را در دل میپرورد و برای رسیدن به آنها واقعا هم صادقانه، صمیمی و باز هم میگویم که با محبت مناسبت میکند. اگر ما برای روش و هدف خود هر کسی دیگر بیشتر عشق و علاقه و محبت و مهر نداشتیم، ایمان و باور نداشتیم، اعتماد نداشتیم، صمیمی نداشتیم، حالا در اینجا و در دوره هم قرار نداشتیم. در هر صورت در اینجا میخواستم چند ملاحظه خود را وابسته به فعالیت پیمان ملی تاجیکستان بیان کنم. دست اول میخواهم به برادرانی که در عرصه مبارزه مفکوروی و مبارزه اطلاعاتی با این رژیم خونخوار، با این رژیم قاتل، با این رژیم دیکتاتوری رحمانوف مبارزه میبرند تشکر بیان کنم. برادران و خواهران عزیز ما در این سمت واقعا هم خیلی جانفشانی میکنند و پهلوهای نوروشن سیر و اسرار مخوف رحمانوف و تیم او را و حاکمیت خانواده او را فاشافاش به مردم همچنین به جامعه بین المللی میرساند. برنامه های راه انداخته همه ما که اکنون به نظر میرسد مردم بخصوص مهاجرین را به سمت خود جذب و جلب میکند. نشانه گویا این گفته های من است. آن پول رابطه و علاقه را که میخواستم و ما میخواستیم داشته باشیم انشاءالله که بنا کردیم و خدا کند که استوار و قائم باشد. به خصوص انعکاس مسائل کرونا و افشای ضعف و نوعهده‌باری و هیچکارگی حکومت را محض رسانه و شبکه‌های همکار و همراهان ما اجتماعی و مردمی کردند. اگرچه این بزرگترین ضربه اطلاعاتی ما در این سمت بود و از طرف دیگر خدمت شایسته ترین، خدمت بهترین به ملت و مردم تاجیکستان بوده است. اگر ما خبرهایی که در دست داشتیم آید کرونا مطبوعاتی نمی‌کردیم و با شبکه‌های مستقل خبررسانی نمی‌کردیم، مطمئنا وضعیت بهداشتی مردم یا صحتی مردم از امروزه هم بهتر میشد. اگرچه در مسئله کرونا وضعیت امروز در تاجیکستان خیلی وخیم است. تنها در همین سحر در شهر خوجند چند نفر معلمان، آموزگاران از این دنیا، از این مصیبت، از این بیماری وفات کردند. یکی از آنها معلمی پاکسیریشت که در وقتش معاون رئیس شهر خوجند بود، یارمت و از همین سحر از همین کرونا وفات کردند. واقعا خیلی مصیبت است که اگر ما واقعا در همون وقتش این مصیبت، این واقعه کرونا را مطبوعاتی نمی کردیم، همچنان که گفتیم وضعیت از این هم بدتر میشد و حالا هم حکومت جمهوری تاجیکستان خیلی اشتباه ها کرده ایستاده است و آن نفرانی که با این مصیبت، با این کسلی، با این ویروس جان خود را دادند، دوش جان آنها در حکومت تاجیکستان بخصوص رحمانوف و کماندی او است. دیگر
نقطه مهم و اساسی که امسال پیمان ملی در سیمای رئیس آن اعلان کرد این بود که گفت ما آماده ایم و قدر هم داریم که قدرت سیاسی را به دست بگیریم. به گمان من این یک پیام خیلی ضروری و امیدوار کننده است. صدا دادن آن بغایت مهم است، نوابسته به آنی که ما حالا عملاً در مجرای سیاسی کشور حضور نداریم. خیلی از حرکت‌ها و جریان‌های سیاسی در خارج از کشور تشکل یافته و سپس نه تنها وارد کشور بلکه راهبری را هم به دست گرفته است. تا آنجا که صحبت‌های رئیس پیمان ملی با مردم را تماشا می‌کردم و تماشا می‌کردیم، فکر می‌کنم که چنین صحبت‌های آنلاینی با مردم بیشتر بشود مفید و واقعی می‌افتد. بخصوص صحبت‌های خاص با جوان‌ها که در این مورد هم به پیمان ملی تاجیکستان پیشنهادها شده است و بخصوص با مهاجران تاجیک که بیرون از کشور هستند و بیشتر از 2 میلیون هست، بیشتر با آنها صحبت‌های خاص انجام دادن لازم است. ولی فکر می‌کنم برای هرچی بیشتر چهره خوناشام و محکارانه رحمانوف را و خانواده او را نشان دادن به مردم می شود توسط شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها باز هم امکانات‌هامان را به خرج دهیم بهتر است. رسانه‌ها اینها همین سنگرهای مبارزند که در سال 92 و 97 رحمانوف را به صلح وادار کرده بود. اگرچه که صلح دزدیده شده است و این موضوع خیلی دیگر است، ولی این فعالیت‌های محض رسانه‌ها و شبکه‌ها بود که رحمانوف را به صلح وادار کرده است. اینکه حالا برنامه‌ها را از بین بردن، خریدن و یا با هر راه و شیوه می‌خواهد مهار کردن این برنامه‌ها را باشد، معنای این است که تیرها به هدف رسیده ایستاده است. از بس که جماعت ما در عرفه روز استقلالیت دولتان برگزار می‌شود و من در پیش از صحبتم الکی تبریک کردم آنها را که واقعا در این رسیدن به استقلال تلاش کردند، ولی میخواستم در یک مورد دیگر در پهلوی دیگری آنم گفته باشم. باید تمام ملت و هر یک تاجیکستانی بدانند که برای به این روز رسیدن کیها تلاش و مبارزه و جانبازی ها کردند، نقش و مقام و کارنامه آنها باید برای ملت گفت و همزمان هر یک تاجیکستانی و هر یک هموطن ما باید بداند که رحمانوف و دار و دسته او در اصل مقابل استقلالیت و بر ضد نیروهای ملی و مردمی که استقلال میخواستند مبارزه بردند. اینا به ملال هر کس از فعالیت‌های رحمانوف و تیم او بر الله میفهمد که امروز همچنانی که رحمانوف صلح را دزدیده میخواهد استقلالیت تاجیکستان را هم به نام خود ثبت کند. آنها از این استقلالیت که برایش آب و نان و پول و ثروت و چاه و منصب داده است فقط بهره کشی کرده ایستادند. امروز همه برای حفظ منفعت گروه ها و اولادی آمادند که خاک این وطن را بفروشند. چخیلی که ما میدونیم الکی خاک وطن هم فروختند این نفرهایی که امروز سری حکومت هستند. تا زمانی که رحمانوف و تیم او در سر قدرتند استقلالیت کامل به دست نمیآید. آنها تاجیکستان را نه مال ملت بلکه مال خود میدانند و یک قسمش را هم الکی فروختند. یکی از راه‌هایی که ما را به استقلالیت واقعی میرساند پیش از همه بازگشت به اصل خویش این هم باشد برگشت به خط فارسی است. بارها با حکومت پیشنهاد برگشت به این خط شده است اما هیچ اقدامی نکردند و آینده هم نخواهد کرد. زیرا برای رحمانوف و یتیموف و تیم آنها احیای این خط خطرناک است و از دایره مدار و محور خواجهشان خارج می شود و خواجه هیچگاه اجازه نمیدهد که این خط در کشور جاری شود. به گمان من پیشنهاد من این است که پیمان ملی تاجیکستان برنامه فراگیر زینه به زینه به خط فارسی برگشتن را تهیه کند، به مردم پیشنهاد کند و همچون به محاکمه عمومی خلقی مردمی بگذارد. دور این برنامه من باور دارم که دور این برنامه ملت متحد خواهد شد که بدون شک این یک خدمت بزرگ پیمان ملی تاجیکستان برای ملت خواهد بود.
پیشنهاد دیگری که میخواستم اینجا مطرح بشود و بعضا در جلسه های پیمان ملی تاجیکستان هم علاقه این بحثا شروع شده است. این هم حکومت در بیرون است، یعنی که حکومت در تعبید. مخالفان تاجیک این تجربه را داشتند. ما باید پهلوهای حقوقی و سیاسی این مسئله را بیاموزیم، در تأسیس تشکیل آن تلاش ورزیم. برای چی من امروز این مسئله را هم در اینجا برداشتم؟ زیرا که ما همه میدونیم و به کسی هم پوشیده نیست که رژیم رحمانوف انتخابات مردمی نیست. او انتخابات را هیچگاه غیر شفاف و آزاد برگزار نکرده است، بلکه با دزدیدن رأی مردم تا امروز در سر قدرت هست و باقی مانده است. حتی همین انتخاباتی که همین سال برگزار می شود و 11 اکتبر روزش را هم اعلان کرده است، از اولش اعلان آن قانون شکنی است، غیر قانونی است، غیر کانستیتوشنی است و هر کسی که پرزیدنت می شود، همچنان که رحمت الله ظاهرov علاقه اعلان کرد که این همچون یک حقوق شناس غیر کانستیتوشنی و غیر قانونی بود آن را اعلان کرد و اثبات کرد و هر کسی که پس از 11 اکتبر پرزیدنت می شود و حکومت تشکیل می کند، این یک حکومت غیر قانونی و غیر کانستیتوشنی می باشد. از این جهت برای ما خوب است، شرایط برای ما هست که در چنین شرایط پیمان ملی تاجیکستان با هم احزاب و گروه ها و شخصیت ها چه در داخل و چه در بیرون حکومت مردمی را باید تشکیل کند و باید چندین بحثا با اون گروه ها انجام شود. همین حالا در آخر صحبت خود میخوام به انتخابات توجهتون را جلب کنم. به نظر من با تمام امکاناتی که داریم بفهمانیم و بگوییم که این چی انتخابات است. انتخابات خودی خلق است یا انتخاب رحمانوف و حاکمیت خانواده او برای خلق. و آخرین پیشنهادی که این است که ما امکان داریم توسط رسانه و شبکه و کانال هایمان آوازدهی الटरनेटिव رو در روز انتخابات براه مانیم. باید به سر این اندیشید و برنامه درست کرد و چند نفر هم مسئول این کار بشود بهتر است. در هر صورت در یک بیانیه رسمی باید موقع خودمان رو معلوم نماییم. چون این انتخابات اولین انتخابات ریاست جمهور بعد سال 97 است که بدون حضور مخالفان واقعی، بدون حضور آن نفرانی که صلح آوردند و در صلح سهیم بودند، در همه انتخابات ها سهیم بودند، بدون آنها برگزار می شود. برای همین من موقع پیمان ملی تاجیکستان گفته شود برای همه برای سربلندی، سعادتمندی خانوادگی و همچنین سلامتی خواهانم. تشکر زیاد. سلامت باشید برادر عزیزمان ایلام جان یعقوبوف. من باور دارم که این پیشنهاد مشخصی که شما کردید از طرف پیمان ملی تاجیکستان و دیگر دوستان موردی بحث و بررسی قرار خواهد گرفت، بخصوص هم در مسئله بازگشت به خط فارسی که البته حالا بحثا باید باشن چون یک کاری آسان نیست و باید یک مدت لازم و کافی را برای این برنامه پیش بینی کرد. نمیشد خط را در یک مدت کوتاه تغییر داد، اما آمادگی برای این کار باید باشه در ملت. این چون درباره برگزاری انتخابات الटरनेटिव آنلاینی یک فکر جالب است. اینا هم باید از لحاظ فنی و تکنیکی دید که آیا این کامپذیر هست و مردم شرکت خواهند کرد یا نه. اینم فکر میکنم باید که آموخته شد. و این چون درباره تأسیس یک حکومت در تبعید یا در خارج که البته یک فکر هست، باید پهلوهای حقوقی و عملی آن دیده شود که آیا این به نفع ملت و مردم هست یا اینکه هنوز به این آماده نیستیم. در هر صورت بسیار پیشنهادها و فکرهای خوب در اینجا صدا داد و مطمئنم که هر کدام آنها بحث و بررسی خواهد شد و شاید در جلسه‌های بعدی پیمان ما این موضوع را مطرح خواهیم کرد. حالا با کمال میل صحبت رو به رهبر جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان، عضو شورای رهبری پیمان ملی تاجیکستان، برادر عزیزمان شرافالدین گدایفی بفرمایید.
تشکر بسیار محترم رئیس. درود و سلام به تمام اعضایان شورای پیمان ملی تاجیکستان و مردمی شریف تاجیکستان که از طریق آنلاین تماشا میکنند. من پیش از همه تمام مردمی شریف تاجیکستان را به 29مین سالگرد استقلالیت دولتی تاجیکستان تبریک و مبارکباد میگویم و همزمان به دومین سالگرد پیمان ملی تاجیکستان که هر دو در یک تصویبی پیمان ملی تاجیکستان هم در همین روز راست آمده است و با هدفهای معین که ما ادامه دهنده انا همون آرزو و آرمان هایی که بزرگانمان ابرمردان این ملت برای صاحب استقلالی، برای همچون یک کشوری دموکراتی و آزاد تلاش ورزیدن، ما انا همون آرمان و آرزوهای آنها را برای عملی کردن تاسیس دادیم پیمان ملی تاجیکستان را. من رهبری جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان و از نام این تشکیلات و از نام تمام پیروان و اعضایان منتداری خودم را به رهبریت پیمان و تمام اعضایان و مسئولین پیمان ملی تاجیکستان برسانم. در حقیقتا در طول 2 سالی که همکاری که بین ما این 4 تشکیلات صورت گرفت خیلی و خیلی نظر است و ما به نتیجه های دلخواه رسیدیم. اصلا من وقتی که در همین مبارزه وارد شدم، مبارزه دسته‌جمعانه را همیشه طرفدار بودم، چون مبارزه دسته‌جمعانه این شکست نظام‌های دیکتاتوری است و نظام‌های دیکتاتوری تلاش و کوشش میکنند که هم نیروهایی که ضد آنها هستند آنها را همیشه تفریقه اندازند و فاصله بین آنها باشد و در این فاصله ها توانند مردم را اداره کنند و به ما میسر شد، به این 4 تشکیلات عضو پیمان ملی تاجیکستان میسر شد که این فاصله ها را شکنیم و من با باوری کامل گفتم میتونم که دیگر دوستان و برادرانی که حالا گفتگوشنی دارند میخوان با پیمان ملی تاجیکستان با تشکیلات های اعضای پیمان ملی تاجیکستان بپیوندند، این البته نتیجه انا همین فعالیت یک جایی ما هستند که آنها را امید میدهد، آنها را به یک آینده تاجیکستانی نیک، به یک آینده تاجیکستانی آزاد امید میدهد که آنها با ما بپیوندند. من باور دارم که آن هدف‌هایی که پیمان ملی تاجیکستان، آن مقصدهایی که پیمان ملی تاجیکستان در پیش گذاشته است، این آرمان‌های هر یک شهروند تاجیکستان است، آرمان‌های هر یک ملتی، آرمان این ملت شریف تاجیکستان است. میخواستم در مورد استقلالیت یک کمی صحبت کنم، چون ما جوانانی که از دوران استقلالیت به دنیا آمدیم و متاسفانه جوانانی که امثال من هستند و جوانانی که امثال من، همسالان من هستند، غیر از یک چهره‌ای که 28 سال است در سر قدرت است، دیگر چهره را ندیدن، دیگر سیاست را ندیدن و دیگر فکرهای گوناگون را ندیدن. تنها یک نفر توانسته است که بالای 9 میلیون اهالی، بالای 9 میلیون شهروند تاجیکستان فکر و عقیده های غلطی بر دروغ خودش را جای کند. همگان ما تاریخ را خوب بدانیم که بعد از به دست آمدن این سلاح به دستان و فرانت خلقی که با رهبری سنگک سفر و امام علی رحمانوف تحت خواجگان خارجیشان آمدند، تاجیکستان را به خاک و خون کشیدند و با طریق سلاح، زوراوری، حاکمیت مردم، حاکمیت ملت، دولت را غصب کردند و از خود کردند و این غصب حاکمیت، این غصب تا امروز ادامه کرده ایستاده است. من متاسفانه ملت تاجیک، مردم تاجیک انا هم شاد و مزه و استقلالیت را چشیده نتوانستند. اما آزادی هایی که یک کشوری
صاحب استقلال میتواند داشته باشد. حالا ما اگر از آن نفران رفته در این سوال رو از استقلالیت رو در شهر شاید ویلنیوس از مردم ویلنیوس پرسیم، برای ما آن احساسی که داشته باشند آن رو بگویند. اگر ما رویم پیش یک شهروندی عادی تاجیک، ما رو این رو پرسیم شاید که از دوران سابق شوروی صحبت کنم. من بسیار دور نمیرم. من وقتی که دیروز با مادرم صحبت داشتم، سخن درباره استقلالیت شوروی و حال رفت و مادرم بسیار بیشتر از دوران شوروی یاد میکرد. میگفت که در آن دوره امکانیت زندگی مردم، توابط مردم خوب است. و وقتی که مادر من میگه که من به بازار میروم، یک نفر میاد برای 5 کیلو آرد کیلوکی آرد رو میخرد و اما برای 6 کیلو آرد پول ندارد، میگه که من یاد آن زمان میکنم. یعنی که این گروه سلاح به دست، این گروه جنایتکار شرایط رو به یک طوری آوردند که مردم مزه این استقلالیت رو نمیداند، واقعا در وجودش احساس نمیکند، چون فکر میکنند استقلالیت رو این یک گروه در دسته جنایتکار اومدن به طور خود به معنای خود نشان دادن که این استقلالیت یعنی ظلم است. یک گروه جنایتکار همیشه بالای مردم عادی ظلم میکند، ستم میکند. من باور دارم که با آمدن پیمان و دیگر نیروهای فراملی که ما آرزو داریم، امید داریم که در آینده تاجیکستان، در آینده که ما همه مردم و ملت این آرزو رو داریم، یک حکومت فراملی تاسیس داده می شود. این آرمان ها، این آرزوهایی که سالها و سالها مردم در دلشون میپرورند، اینها را عملی کرده میتوانیم. میخواستم یک چند سخن در مورد انتخاباتی پیش در ایستاده صحبت کنم، چون روز 11 اکتبر سال امسال انتخابات رو گذاشتن. من این روز انتخابات نمیدارم. من فکر میکنم که این روز یک روز مسخره است، یک روز تحقیر به ملت تاجیک است، یک روز غصب حاکمیت است. رحمانوف این غصب حاکمیت خود را میخواهد جامعه قانونی پوشاند و 7 سال دیگر میخواهد قدرت را در دست داشته باشد. 7 سال دیگر میخواهد که این ملت شریف تاجیک را باز هم در بدر کند. من چی میبینم؟ ببینید هموطنان عزیز، بینندگان گرامی، من احساس میکنم که هر قدر این حاکمیت آنها طولانی تر میشود، همان قدر نیروهای سالم، نیروهای پیشبرنده جامعه ما کشور را ترک میکنند و از کشور فرار میکنند. یعنی که هر سال کشور ما باز هم به عقیبتر از لحاظ اقتصادی، از لحاظ فکری، از همه لحاظ اجتماعی اقتصادی، از همه لحاظ ما چیکار کرده ایستاده، به عقب رفته ایستاده. و این انتخابات که اینها گذاشتن، این انتخابات غیر قانونی است و قابل قبول نیست و این یک مسخره، یک تحقیر بالای ملت تاجیک است. و ما باید مردم تاجیکستان دیگر، چون این شرایط را، این زمینه را خود حکومت به وجود آورده است که مردم از تجربه دیگر کشورهایی که در آنها دیکتاتور بود، واقعا مردم دیگر بر راههای انتخابات نمیتوانستند حاکمیت خود را به دست بیارند، قدرت را به دست بیارند که توانند فکر و عقیده آنها را حکومت شنود و با خواست آنها حکومت کار کنند. آنها آمدن از راههای تظاهرات، از راههای قیام مردمی چیکار کردند؟ به میدان ریختند و این حاکمیت‌های غیر قانونی، این حاکمیت‌هایی که آنها به راه فریب و نیرنگ به دست آوردند، آنها را از سر قدرت دور کردند و یک منیجرهای خوب را آوردند که فکر و عقیده آنها را، خواستارهای آنها را چیکار کنند؟ عملی کنند. من باور دارم که این حکومت با این عملهای غیر قانونی و این عملهای غیر کنستیتوشنی خودش مردم شریف تاجیکستان رو به این جا آورده ایستاده است که مردم دیگر، برای مردم دیگر راه نمانده است که مردم یگانه راه را در
از بین بردن این حاکمیت غیرقانونی، این حاکمیت خانوادگی میکنند و کاری هم من فکر میکنم این راه هم راهی درستی هست و راهی که قانون کنستیتوسیونی برای ما اجازت میدهد که سرچشمه حاکمیت این مردم است و مردم میتواند هر حاکمیت را که هر حکومت را خواهد که به سر قدرت بیارد. من باور دارم که این عملکردها، این کارهای دغل و قانون شکنی هایی که حکومت امروز با رهبری این امام علی رحمان کرده ایستاده است، مردم شریف تاجیکستان را به همین روز آزادی و ختم دیکتاتور در تاجیکستان خواهد بود. تشکر بسیار. سلامت باشید. دقتتون. سلامت باشید برادر عزیز شراف‌الدین، واقعا بسیار صحبت خوب بود و خیلی مسئله های مهم را اینجا شما مطرح کردید که حتما مردم تاجیک بالای اون فکر خواهند کرد و در اون شک نیست. و حالا صحبت به نوبت به همرئیسی انجمن آزاداندیشان تاجیکستان و یک شخصی که واقعا هم با فکر و قلمش در صحنه فعال هست، نابسته از این همه فشارهایی که بالای ایشون میآید، بالای خانوادهشون، از اون موقع اعتدال و منطقی خود بیرون نرفتند که واقعا هم این بیانگر یک آن است که در جامعه ما هستند اندیشمندان، شخصیتان، بخصوص کسانی که در زمینه اندیشه دینی و مذهبی کار میکنند. خداوند صحبشون رو بیشتر کند. صحبت با داملا سیدنیسی سرافشانی داده میشود. بفرمایید داملا. خب، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به همه عزیزان شرکت کننده و جناب رئیس در این همایش. همه هموطنان را در آغاز این سخنرانی و مناسبت استقلال کشورمون که واقعا عزیز است کشوری ما برای ما، و همچنین به مناسبت دومین سالگرد تأسیس پیمان ملی تاجیکستان، این ائتلافی واقعا ارجمند که در آن همه قشرها و رنگهای جامعه ما گرد آمده اند. همه، حالا نیازی نیست بگویم که کیها هستند، اما از همه طوایف، از همه احزاب، از همه رنگها، از همه گروهها، از همه عقاید و افکار در این ائتلاف ارجمند گرد آمده. خب عزیزان را تبریک بگویم. بعد جا دارد در اینجا یک یاد کنیم از پایه‌گذاران استقلال کشورمان، از استاد طاهر عبدالجبار، مرحوم استاد سید عبدالله نوری، استاد طاهر جانزاده، تمام کسانی که سهمگذار بودند برای به استقلال رسیدن کشورمون، اصلدین صاحب نظر و شادروان، همه یا حالا کسانی که اسمشان از زبانم افتاد، به هر حال چون مجال نیست همه رو بخونم. ببینید، تا هنوز سخنرانان محترم جناب رئیس درباره دستاوردهای پیمان ملی و همچنین استقلال و اینها سخنان خیلی سودمندی گفتن، نیاز به تکرار آنها نیست. فقط من اگر عزیزان اجازت بدهند یکی دو جمله درباره انتخابات پیشرو مطلب عرض کنم. ببینید، یعنی یک پیشنهاد دارم، اما قبل از اون پیشنهاد برای مقامات، برای حکومت، برای شخصی جناب امام علی رحمان. پیش از این پیشنهاد یک مقدمه عرض کنم. در کشوری ما چیزی به نام انتخابات به تمام معنای کلمه وجود ندارد. اینا همه میدونند، مخالف و موافق و بی‌طرف و همه میدونند که انتخابات در کشور ما وجود ندارد. آنچه برگزار میشود یک نمایشنامه است. همه میدونند. خودی جناب امام علی رحمان هم میداند این یک اسپکتاکل، یک نمایشنامه است. اون هم برای کی؟ آیا برای نمایشنامه برای مردم تاجیکستان؟ نه، ابدا. برای بیرونی ها، برای جهانیان، برای جامعه بین الملل که ای یا ایها الناس بدانید که در کشوری ما هم مردم
انتخابات می شود و مردم در آن شرکت میکنند و صندوق های رأی گذاشته می شود. برای همین، وگرنه واقعیتش این است که انتخابات به معنای درستی آن وجود ندارد. ببینید، یعنی در کشوری ما این آنچه برگزار می شود، منظورم این نیست که مردم مثلا نمی روند رأی بدهند، نه می روند، اما این انتخابات طور مهندسی شده می شود در این 20 چند سال، طور طراحی می شود که همون از اول یک نفر فردی مورد نظر، مثلا همین امام علی رحمان، غیر از او هیچ کسی حتی حق نامزد شدن را ندارد تا چی رسد به این که رود شرکت کند. یعنی اگر این مقامات و دوروبری های رحمان احساس کنند که فلان نامزد حالا ثبت نام کرده است، احتمال بدهند که این شاید 20% یا 30% یا 40% رأی مردم را کسب میکند، از همون اول کاری میکنند که این بنده خدا راه نیابد. سالی در انتخاباتی پیشی معلمه آین باب نظر رو حتی راه نیافتند، به هر بهانه‌ای پیش راهش را بستند. چرا؟ چون احتمال داشت حالا اگر ادعا نکنیم که پیروز میشدند، حالا 20-40% رأی را کسب میکردند. همین را نمیخواهند این مقامات. حالا ببینید، بعضی ها میگن که کشوری ما رو با بلاروس مقایسه میکنن. نه، حتی این مقایسه هم درست نیست. همین بلاروس هر چی باشد، حالا اون حاکمش شبیه حاکم ما، اما در بلاروس در انتخابات لااقل اون نامزدی مخالفان راه یافت. اگر این مقاماتی ما احتمال بدهند که راه یافته شاید 10% رأی می آورد، از ما از اول کار میکنن که راه نیابد. این مصیبت است، این مصیبتی بزرگ است. بنابراین این کار را، این معرکه را نمیتوان رویش انتخابات نام بدید. اینها انتصابات هستند. یک نمایشنامه دروغین، صرف پول، خرج پول از بودجه کشور که میشد اون پولها رو در جاهای دیگر خرج کنند. هم میداند. این عجیبش این است، موافق و مخالف بداند یک چیز دروغین، اینکه انتصابات است. بنابراین حتی شما نمیتوانید موضع خودتان را در برابر انتخاب روشن کنید، تکلیفتان را. اگر گویید شرکت نمیکنه، خب چیزی نیست که شرکت کنید. اگر میگوییم تحریم میکنیم، حتی همین تحریم هم یک انتخابات هست که تحریم میشود. اگر ما نباشد چی؟ بنابراین یک چیزی دروغین. پیشنهادی من، ببینید این که میگویم دلیل هم دارم. شما نگاه کنید، همین موافقان حکومت رحمان زیایی های هم هستند بینشان. بعضی هاشون میبیان روشن اندازی میکنن در داخل ناخنک در فضای مجازی که توجیه میکنن وجود رحمان را و بقای او را. اینها هم احیانا، حالا خواسته یا ناخواسته، یا دیدید شما میگن این اولوالامر است، این پادشاه است، این سلطان است، او نمیدونم سایه خدا در روی زمین است، اطاعت از او واجب است. ببینید اینی که میگویم از پیش خودم نمیگویم، یک زیایی معروف روشن فکر حالا در داخل ناخنک توجیه میکند در انتقاد از یک سخنرانی های خود رئیس پیمان. ایشون گفته بود که نه، این رحمان تو اشتباه میکنید، رحمان سلطان است، اطاعت کردن از او از نظر قرآن مثلا واجب است. یک نفر که ادعای زیایی دارد این حرف میزنه. حالا اینا رو گفتم چرا؟ به خاطر این پیشنهاد بکنم و پیشنهادی خالصانه، صمیمانه، با صمیمیت این پیشنهاد رو میکنم برای جناب امام علی رحمان و داروبرش، همون دارو دستگاه و مقامات و اینها، که بیایید شما این نفاق را اصلا کنار زنید. حکومت ما رو، تاجیکستان رو یک کشوری پادشاهی اعلام کنید. ببینید، یعنی واقعیت هم همین است، آنچه هست یک پادشاهی است. حالا چرا ما بیاییم این واقعیت را، این یک که همه میدانند مخالف و موافق، رویش پرده پوشیم و نمیدونم انتخابات نام گذاریم، پولای بیهوده خرج کنیم؟ بیایید پولا رو بدید به پنسیونرها، برای تأسیس مکتب‌ها، برای کارهایی که واقعا سودمند برای جامعه باشد. بردارید از این دست، بردارید از این انتخابات. چی آخی صیغه‌ای بود آخی؟ این مسخره رو باید پادشاهی اعلام کنید. مثل کشورهای خلیج فارس، مثل کشورهای آنها لااقل
دو رویه که نیستن، یک رویه هستن. میگن که همون پادشاهی، یک کشوری پادشاهی یا مملکت ادعا ندارد که من منتخب مردم هستم. میگن نه، من این را از پدرم به ارث بردم، به میراث گرفتم و آینده هم خواهم نشست و مردم هیچ کاره هستن. شما هم همین کار رو کنید، چون واقعیت همین است. این از یک طرف زیاد مزاحم دوستان نشون. اون وقتی که شما این کار رو کردید، وقت مردم ما میآیند خودشان یک مسئول را، نه حاکم، نه پادشاه، نه سلطان، نه کسی را که مسئولیت شناس است، خودشان انتخاب بکنند. حالا اون راهش را حالا فعلا مجال گفتنی آن نیست، چون مردم خسته شدند. نه ظاهرا آقای رحمان میداند، نه اون مقامات، که مردم خسته شده اند. ببینید انسان فطرتاً نوخواه است، تجدد خواه است. انسان از وضع یکسان و یک نواختی خسته می شود. حتی خداوند هم ببینید، همین خداوند زمین و گیتی را چگونه آفریده، در آن 4 فصل هست. چون خدا میداند که این انسان اگر یک نواخت باشد فصل ها، فرض کنید همین بهار را ما بهترین بانشادترین فصل میدونیم، درست. حالا اگر فرض کنید تمام سال بهار باشد، آدم خسته میشود. برای همین بهار هست، بعد از آن تابستان هست، بعد از تابستان تیر ماه میبیاد، بعد از آن زمستان. چرا؟ انسان همیشه نوخواه هست. انسان در یک فصل زندگی گذارد، میپکد دیگه، از اون فطرت انسانیش بیرون میبیاد. در کشوری ما 20 چند سال زمستان حکم فرما، هیچ نکی بهار فرا رسد، مردم یخ زدن. برای همین من خلاصه کنم پیشنهادم را. مقامات عزیز، جناب رحمان، شخص خودت بیا اعلان کن که تو سلطان هستی، دیگر مردم هم راحت شوند. اون وقت مردم بیان خودشان فرد مورد نظر را با راه انتخابات، مثل آدم‌های روی دنیا، کسی را انتخاب میکنند که به آنها برسد، به آنها آزادی بدهد، به آنها ارج نهد. خب همینجا من دیگر مزاحم عزیزان نشم. سلامت باشید جناب محترم، خیلی صحبت خوبه بود. اتفاقا من وقتی که در دوشنبه بودم هنوز در یکی از انتخابات هم همین حرفی که الان شما گفتید که باید از این منافقی دست بکشن مقامات و بیان تاجیکستان را پادشاهی اعلان کنن، رحمانوف رو حالا خان یا امیر یا پادشاه، این رو من در دوشنبه هر وقت گفته بودم در کدام انتخابات که اگر انتخابات برگزار کردنید، انتخابات معنی دارد، انتخابات یک فرهنگ دارد، رقابت هست، هر کس میتواند در اونجا شرکت کند، عوض شوی مسئولین در نتیجه انتخابات هست. اما اون کاری که شما کرده ایستادید ماهیتا و با تمام واقعیتش یک پادشاهی است، یک منارخی است. یا درست فرمودید شما اون وقت در دوشنبه گفتید. این حرف مادامی که این سیاستاشون از کهنه نمیشه. حالا شما پیشنهادتون، البته میدونم پیشنهاد شما از علم است، شما نمیخواید که در تاجیکستان در عصر 21 پادشاهی باشد. ملت ها آمدن از پادشاهی به جمهوری، به یک جامعه آزاد رسیدن، اما شما این رو از حداقل میگید از این نامردی رو اون بهتر است. منظور شما این است دیگه. موافقم. و شاید اون اشاره‌ای که بعداً کردید، من حالا صحبت طولانی نشود و دیگر دوستانم صحبت کنن، در این بحثی پادشاه سایه خداسینه است. الان شاید در همین روزهای نزدیک با استفاده از همین زوم و از همین یک نشستی فکری و علمی برگزار کنیم که این دروغ در ذهن مسلمان ها از کجا پیدا شد که پادشاه سایه خدا هست و این رو تلقین میکنن و اونم باز از طرفی کسانی که خود را زیایی و حالا اینتلیجنت میدونن. حالا این اگر از زبان یک امام خطیب صدا داد، خب میگم این فکری غلط است، ولی بالاخره یک دلیل دینی هم از کجای خوانده. اما وقتی یک زورشون آمد، دشوارشون شد، یک نفر میاد با دلیل‌های دینی و اونم دلیل‌های ضعیف میخواد مردم متدین رو متقاعد کند که پادشاه سایه خدا است. از این قبیل حتما روزهای نزدیک شاید برگردیم به این موضوع در چارچوب یک محفل علمی و در این باره صحبت‌ها هم شاید که مردم استفاده برند. حالا دوستان عزیز، صحبت را با معاون رئیس پیمان ملی تاجیکستان و هم رئیس انجمن آزاداندیشان تاجیکستان، دوست و برادر ارجمند علیم شیرزمان می‌کنم. بفرمایید. خب تشکر زیاد رئیس. السلام علیکم دوستان عزیز، تماشابینان، شهروندان محترم
توجیکستان. البته صاحب دولت مستقل ملی بودن این یک نعمت است که نه همه ملت ها از آن برخوردارند. ولی هر سال هنگام شنیدن تبریکات به این روز و هنگام تبریک کردن کسی، من راست گپ در همین 28 سال یگان کس به همین روز تبریک نکرده، لیکن هنگام شنیدن تبریکات یک سوال در ذهنم میچرخد که آیا در تاجیکستان تعداد همان آدمایی که قلباً همین روز را برای خود عید می شمارند چقدر است؟ و نه فقط در تاجیکستان. ما حاضر در دولت‌های قرار داریم که برای به دست آوردن استقلالیت چقدر جان‌نثاری کردند، لیکن همان وایمه و همان دبدبه که در برای روز استقلالیت کشورهای ما دارند، کشوردارهای ما دارند، در اینجا نیست. و یک اندیشه در ذهنم آمد، این تضاد را بینید. صاحب کشورها یعنی حاکمان خودکامه که اصلا مفهوم خود واژه استقلالیت برای اونها یک واژه خصمانه است. اونا خصومت به این واژه دارن، اونا خصومت به این مفهوم دارن، یعنی اونا خصومت دارن نسبت استقلالیت فردی هر یک شهروند. اونها هر روز به حریم خصوصی شهروندان خود داخل می شوند و با قبول هر گونه قانون های عجیب و غریب حتی با شاید حریم خصوصی ترین حریم مردم هم وارد شدن دارند. انا در همین دولت ها این صاحب حکومت ها می آیند و دبدبه ها می کنند و میلیون ها مصرف می کنند و استقلالیت می گویند. من راستی گپ قلباً احساس این رو نمی کنم، چون این رو از ما کشیده گرفتند و امروز همه مخالفین، من دقت همه مخالفینی که بیرون از پیمان ملی هستند به این جلب کردنی هم که همه مخالفین رحمانوف امروز میراثبران استقلال خواهان سالهای 90 من همه به استثنا، چون ما و شما در مقابل دشمن استقلالیت تاجیکستان استاده ایم و این ما هستیم میراثبر همان استقلال خواهانی که استقلالیت را به دست آوردن داخل. و در ابتدای استقلال خواهی مردم تاجیک رژیم کمونیستی اون روزا من هرگز کمونیست ها را بد گفتنی نیستم، کمونیست های تاجیک را، رژیم کگبه اون دوران از تاجیکستان به مرکز به روسیه هشدار میداد که در تاجیکستان شما دو انتخاب دارید، یا ما یا اسلام، و آوردن مبارزه حرکت ملی آزادی خواهی تاجیکان را خواستن قلمداد کنند با افراطگرایی اسلامی، یعنی در اینجا میخوان دولت اسلامی تشکیل کنند. و همین مبارزانی که امروز منعقد از جمله پیمان ملی شدن، در همان روزها همین
مبارزه این را برای خود تحقیر می شمردم و واقعا هم تحقیر بود، چون تعداد خیلی کوچک میدان شهیدان و مبارزان از علی زیاهیان مذهبی بودند. اکثریت کلشان دموکرات ها بودند، لیبرال ها بودند و نیروی اساسی میدان صاحب‌اندیشه و آزاداندیشان تاجیک بودند و چنین مقداری نخبگان ملتی که آن روز ما داشتیم و من با اون روز افتخار میکنم و افتخار هنوزم میکنم که همین خیزش مردمی بعد پریبالتیک در تاجیکستان بود و من تا همین روز حتی در روسیه و در اوکراین ندیده ایستادم به همین حشمت جامعه شهروندی و بیداری ملیشان را که ما داشتیم سال 90. مراجعتم به مخالفینی که امروز نشود که به خاطر خصومت شخصی نسبت کدام یک مبارزه بیایید شما هم امان افسانه یتیم فو پیش از آن افسانه نبی فو افسانه کمونیست های دوره 90 که میدان شهیدان این میدان افراطیان اسلامی است، بیاید و امروز همین افسانه را جانبداری کنید. نگذاریم که همین به خاطر خصومت شخصی مفهوم‌های مقدس ملی که من بعد ملت به آن در تاریخ به او خواهد داد تجاوز شوند، به آنها خیانت شود. حرکت ملی آزادی‌خواهی ملت تاجیک که سال 90 شروع شده بود هنوز ادامه دارد و ما و شما میراثبر همون مبارزه هستیم و ما باید آن را به اتمام رسانیم، به آن خیانت نشود. اینها میخواهند امین قلمدان کنند که ما هم همان پشیمان باشیم از همون سال 90 که خیستیم. نه، من هرگز پشیمان نیستم. اون آگاهی که آن روز داشتیم کاش که همان آگاهی یک بار دیگر باشد. آگاهی از زبان روشانی و شغنانی این ترجمه به پارسی بیداری میشه، یعنی آگاه بیدار. آن مردم بیداری که بیدار شد و گیمنش از خواب گران خیز و با قتل عام شدن آن از طرف فرانت خلقی و از همان روز تا به امین روز امین شعر محمد اقبال هم زندانی است در تاجیکستان. ما باید همین شعر را هم از زندان آزاد کنیم. ما باید هرگز پشیمانی را به دلمان را ندهیم که چرا سال 90 خیستیم. تکرار شود باز میخیزیم، چون او بیداری ملی بود و شما که امروز بر ضد پیمان هستید، بر ضد شخص کسی نباشید و شما خود را مبارزی رای آزادی می ثابت نشود که همین مفهوم ها را خیانت کنید. کمی احساسی شدم. تشکر از دقتتون. سلامت باشه برادر عزیز علیم. نه احساسی نبود، بلکه خیلی هم خوب بود و اصلا حرفای را زدی با همون لهجه شغلی خودت که تمام مردم تاجیک همین رو فکر میکنند. شاید برخی ملاحظه میکنن نمیگن، اما واقعا دست در نکنند. خیلی خوب گفتید و واقعا وقتی آن رسیده است که ما نه تنها فقط یک فخر کنیم با اون روزها، بلکه اون روزها رو باید
زنده کرد و اون تهمت‌هایی که بالای ملت تاجیک، بالای آزادیخواهی تاجیک اون وقتا شده امروز هم دوام دارد، از طرف یک عده اون را باید از بالای ملت دور کرد و بار دیگر به ملت اون شجاعت و جسارت و آزاد اندیشی خود را برگرد. البته حالا دیگر ما هم به آخری این سخنرانی ها رسیدیم که برنامه‌ای که در اختیار من گذاشتن مسئولین، یک نیم ساعت دیگر به سوال‌هایی که وارد شدن در این بیان جواب میدیم. تا این لحظه حالا 7 سوال وارد شده است و من فرستادن، اما چند همچون خلاصه این قسمت چی را میتونم گفت؟ واقعا دیگر من بحث بسیار خوبه بود، اگر تنها مسئولین پیمان صحبت کردن اما و خیلی مسئله های مهم پرداخته شد. یک نکته را دوستان عزیز اینجا بگویم که 2 سال قبل وقتی که ما در پیمان ملی یک مسئله را برداشتیم درباره آن که ما وقتی آن رسیده است که ما تاجیکان اون پدران خود، باباهای خود، مبارزین خود را که برای استقلالیت جنگیدن، جهاد کردن، شهید شدن، یک قسمش هجرت کردن، در افغانستان و در دنیا پناه شدن و کسانی که ملت ما را، کشور ما را غصب کردن، آنها را با تهمت باسمچی نام نهادن، در اصل آنها مبارز بودن. ما وقتی آن رسیده است که آنها را سفید کنیم، آنها را قهرمان بدانیم، ولی اگر اشتباهی کردن که انسان به اشتباه نیست، اون اشتباه ها را از لحاظ تاریخی باید بها داد، اما خود اصلی مبارزه برای آزادی و استقلالیت ملت و دولت و دین را نباید زیر سوال برد. اون وقت یک هجوم بالای ما صورت گرفت. البته اون هجوم از طرف یک ایده منقورت‌های بود که بالاخره شکست خورد. ملت در عموم، اندیشمندان این هجوم آنها را جدی نگرفت، اما ما یک چیز را از دست دادیم. دیروز چند روز پیش من خبرها را خواندم که پرزیدنت ازبکستان میرزیایوف با یک قرار پرزیدنتی دستور داد که بیشتر از 100,000 شهروند ازبکستان، که البته اونا باید بگیم که اون زمان شهروند ازبکستان نبودن، ساکنان بخارا، سمرقند و دیگر شهرهای که اون وقت در امارت بخارا، در خیبر، در کوکن داخل میشدن، اینا در مجموع ما تاجیکستانی امروزه، قرقیزها و دیگرها، اینا همه در یک یا 2 دولت اون زمان بودن. بیشتر از 100,000 باید که سفید کرده شوند، همچون قهرمان ملی دانسته شوند و به نام آنها کوچه و خیابان و مکتب و مرکزهای دیگری فرهنگی گذاشته شود. این را میگویند خودشناسی ملی و دولتی یک قوم، یک گروه. حالا که تاجیکستان ما ندارد این گونه نفری مثل میرزیایوف در سر قدرت، یک گروه هستند که اینها دشمن استقلالیت بودند، دشمن آزادی خواهی بودند و باقی میمونند. تا روز آخر تلاش خواهند کرد که ملت تاجیک پدر و بابای خود را همچون باسمچی بشناسد، همچون دشمن بداند. اما ما ملت حالا دیگر با این حکومت کار نداریم، با رحمانوف و یتیموف و اون گروه تبلیغاتی ایدئولوژی دستاندرکارانشون دیگر ما کار نداریم. ما همچون ملت وقتی آن رسیده است که خودمان ابتکار را به دست بگیریم و نگیم که این ابتکار از طرف مثلا پیمان ملی پیشنهاد شد یا کسی دیگر. از امروز شروع کنیم با نه تنها مثل که علیم گفتن به افتخار کردن، بلکه به زنده کردن و اون نام قهرمان ها را، بابایمان را، پدرمان را، هر کس، یک خانواده نیست که یک نفر در اون سالها کشته نشد، شهید نشد، به سیبیر بدرغه نشد، آنها را بیاریم زنده کنیم و لیست را آماده کنیم، همونطوری که همسایه ها و برادران ما ازبک ها کرده ایستادن 100,000. من مطمئنم که همین مقدار آدم در تاجیکستان سفید خواهد شد و ما به این روزی واقعا هم این قرض ما هست، قرض ما نبیرگان و فرزندان در پیش ارواح گذشتگان خود است. دعا کنیم که هر چیز زودتر هم ما مثل برادران ازبک به این لحظه آزادی خواهی و خودشناسی برسیم. اما اون مسئله که حالا اینجا دوستان خیلی مسئله مهم را برداشتن که واقعا وقتی ما درباره استقلالیت صحبت میکنیم، آیا واقعا مردم ما استقلالیت را میخواهد، در آرزویش هست؟ ببینید حکومت جمهوری تاجیکستان کار کرد که امروز، حالا شراف‌الدین هم در صحبت قبلیش گفت که وقتی با مادرش صحبت میکند، امروز ما دولت مستقل داریم اما مردم در آرزوی همان حالتی است که ما مستقل نبودیم. چرا؟ برای آنکه می‌بیند که این حکومت
با اون نه استقلالات اقتصادی رو تامین کرد، نه فرهنگی رو تامین کرد، نه سیاسی رو تامین کرد. از این استقلالات فقط یک خانواده و یک گروه منفعت برداشته ایستادند، اما اکثر مردم دیگر همه چیز را از دست دادند. چرا این مردم بیاد فقط به این شعار استقلالیت باور کند و اون را برای آن تلاش کند؟ مردم وقتی که مشکلات اقتصادی دارد، مشکلات فرهنگی دارد، دینی دارد، میگه بگذار من حالا هم که غلام مثل غلام هستم، کار میکنم، آزادی ندارم، قانون تنظیم پیاز و کارتشکای ما رو چین میکند، حکومت لباس ما رو تعیین میکند، نمیتوانم آزادانه انتخاب کنم، آزادانه مناسک دینی خود را انجام بدهم، پس من مستقل نیستم. این استقلالیت به من هیچ چیز نداد مگر اینکه غلامی مرا، وابستگی مرا بیشتر کرد. حداقل از همون یک شرایط اجتماعی که در زمان شوروی داشتیم اون را هم از دست دادیم. حالا دیگر نه نفقه است، نه استیپندی است، نه معاش مناسب هست. این است که مردم را برگردانده است از فکری استقلالیت و مردم حتی آماده هستند که باز شوروی برقرار شود و تابع یک کشور دیگر باشند تا اینکه از این مشکلات برهانند. وظیفه ما پیمان ملی تاجیکستان، تمام نیروهای مبارز این است که کار کنیم که مردم استقلالیت را تنها یک شعار، یک آرزوی تصور نکنند، بلکه این استقلالیت را در زندگی هر روزشان اون را با وجودشون احساس کنند، با اون را حمایت کنند، دفاع کنند. چون وقتی که مردم از استقلالیت دفاع میکنند او بداند که من از اقتصاد خودم دفاع میکنم، من از آزادی خودم، از آزادی شخصیم دفاع میکنم. شما علی بسیار گفت خوب گفتید که وقتی یک انسان مستقل نیست، حکومت دست و پنجهش رو در درون دیگ او میاندازد، در جایگاه خوابش میاندازد، معذرت میخواهم، در سر او میاندازد، لباس او را چین میکند. انسان وقتی که استقلالیت ندارد چگونه او برای استقلالیت دولتی و ملی مبارزه میکند؟ این مسئله بسیار مهم است که پیمان ملی در آینده باید در اول اولویت استقلالیت انسان را در میان بگذارد. بعد از یک استقلالیت فردی ما میرسیم به استقلالیت ملی و دولتی که از نگاه ما این یک سلسله خیلی به هم زیچ ربط دارد. و واقعا یک اشاره بسیار خوب دیگر شد در این باره که امروز آنچه که ما در بلاروس میبینیم دوستان عزیز، وقتی که مقایسه میکنیم یک سوال هم وارد شده است بین ما و آیا ما میتوانیم مثل بلاروس ها کار کنیم. بلاروس ها کاری را کرده ایستادن که ما 30 سال قبل کردیم. 30 سال پیش مردم تاجیک رحمانوف ما و شما را همچون افراطی و خرافات پرست و وحشی، معذرت میخوام در خارج معرفی کردن میخواد، همین مردم تاجیک با حزب نهضت، دموکرات، رستاخیز، لعل بدخشان، تمام نیروهای آزادیخواه بیشتر از 40 روز در مرکز دوشنبه گرد همایی داشتن، شبانه روزی. نه یک درخت ضرر دید، نه یک سبزه ویران کرده شد، نه یک تیریزه شکست. امروز مردم تمام جهان رفتار بلاروس را همچون نمونه یک قیام، یک اعتراضی متمدنی مردمی تعریف کرده ایستادن. چرا ما خودمون تاجیک ها نگوییم که بلاروس ها کار کرده ایستادن که ما تاجیک ها 30 سال قبل کردیم و بهتر از این شد؟ نه یک کس لط و کوب شد، مگر اینکه بعد از آن که رحمان نبیوف یک گروه از طرفداران خود را مسلح کرد، سلاح داد، تیر پرانده شد، اولین نفرها کشته شدند، به شهادت رسید اون سردبیر صدای مردم، بعد نفران دیگر، و کار اون تظاهرات مصالحت آمیز مردمی پیچید به خشونت و عاقبتش را دیده. نه نیروهای آزادیخواه در اینجا گناهکار بودند، نه مردم گناه دارد، بلکه یک عده از منصبخواهان که دیدن که مردم دیگر با راه مصالحت آمیز قدرت را از دست آنها میگیرند، دست به این پروکات زدند و مردم را به خاک و خون کشیدند. دقیقاً همون کاری که امروز لوکاشنکو در اوکراین کرده ایستاده است. میخواهد یک مردم بیاین یک پلیس را بزند، یک درخت را بشکند، تیریزه را بشکند، ولی مردم آگاه بلاروس این کار را نکرده ایستاده است. دقیقاً مثل همون که مردم تاجیک 30 سال پیش نکرد. بنابراین وقتی که مقایسه میکنیم باید بدونیم که مردم تاجیک نه اون مردمی است، نه اون ملتی است که رحمانوف میخواد از او بی‌تراشد، یک مردم ناآگاهی، غفلت زده، خشونت بار، بلکه یک مردم بسیار متمدن هست، با ادب هست، با فرهنگ هست
و میتواند یک اعتراض یا یک قیام مردمی مصالحت‌آمیز رو راه اندازی کند، مطمئناً بهتر از بلاروس و از دیگرها. خب دوستان عزیز، اینجا من قسمتی حالا جنبش میکنیم این میز گرد رو یک تقریبا 20-25 دقیقه دیگر وقت داریم طبق برنامه. سوال‌هایی که وارد شدن و این سوال‌ها باید ما جواب بدیم. حالا شاید یک قسمش رو من جواب میگم، اگر یک قسم دیگر رو شاید دوستان در رهبریت پیمان ملی دیگران جواب بدیم. حالا تلاش میکنیم که به طور مختصر به این سوال‌ها جواب گفته شود. یک سوال وارد شده است که موقع پیمان ملی تاجیکستان نسبت به انتخابات پرزیدنتی ماه آینده چی است؟ ما دوستان عزیز البته از صحبت چند نفر از نمایندگان پیمان شما مشاهده کردید، احساس کردید که پیمان ملی چی نظر دارد. یعنی ما اصلا این انتخابات نمیدونیم، هم از لحاظ قانونی غیر قانونی هست، غیر شرعی هست، نامشروع هست و هم از لحاظ سیاسی. ولی پیمان ملی تاجیکستان که یک نهاد از تشکیلات است، در این دیگه فردی است، شاید در نزدیکترین جلسه های خود تصمیم نهایی خود را بگیرد، چون البته همه حزب‌ها موقع خود را گفتند. حتی حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، یگانه حزب رسمی مخالف در داخل، هم موقع خود را گفت. شاید که این دیگر برای ما نیروهای در بیرون بوده میتواند دلیل پره باشد که اکنون موقع خود را هم وابسته به این شرایط بیان کنیم که در روزهای نزدیک آن خدمت ملت عزیز گفته خواهد شد. سوال دیگر هست، برخی از کارگران از موقع پیمان عاید دستگیری حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان در انتخابات پارلمانی 2020 انتقاد کردند و گفتند که پیمان با این کارش به انتخابات مذکور مشروعیت داد. آیا فکر نمیکنید که این تصمیمتان از نگاه سیاسی چندان درست نبود؟ پیمته چی فایده از این تصمیم گرفت؟ بله دوستان عزیز، پیمان ملی تاجیکستان ما گفتیم که از حزب سوسیال دموکراتی و نامزدهای او در انتخابات پشتیبانی میکنیم. فقط یک دلیل داشتیم، هم ما هم حزب سوسیال دموکرات و همه مردم میدونستیم انتخابات هم غیر دموکراتی، غیر شفاف برگزار میشود و جز یک سپکتال چیزی نیست. اما برای ما خیلی مهم بود که اگر یک نیروی سیاسی زنده در داخل کشور موقع گرفت، وظیفه پیمان ملی تاجیکستان از نگاه ما اون زمان این بود که باید با همرأیی با این نیروی اپوزیسیونی در داخل تاجیکستان باید موقع اونها را پشتیبانی کنیم. و باید بگویم که بحث در داخل پیمان اون شب و روز هم خیلی زیاد بود. معنی رو ندارد که همه طرفدار پشتیبانی از حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان بودند و دوستان ما در پیمان این فکر را هم پیش بینی میکردند که بعضی ها شاید این را همچون مشروعیت بخشیدن انتخابات قلمداد کنند. اما برای ما مهم بود از لحاظ سیاسی که به یک نوع همرأیی و همبستگی مردم داخل، مبارزان داخل و بیرون را تأمین کنیم. حالا که مردم داخل، نیروهای مبارز در داخل این انتخابات را بایکات اعلام کردند، وارد کارزار انتخاباتی نشدند، طبیعی است که در موقع پیمان ملی تاجیکستان هم تأثیر خواهد رساند. شاید از لحاظ سیاسی ما در پیمان یک کمی باخت کردیم، اما بالاخره یک نیروی سیاسی باید گاها از حساب خودش بگذرد، اما بعض پیام ها و میسیج های سیاسی رو به داخل بفرستد که در اون موقع گیری گذشته ما همین گونه یک میسیج یا پیام به نیروهای داخلی بود که از نگاه ما این مهمتر از آن است که آبروی پیمان در کوتاه مدت ضربه میخورد یا نه. خب سوال سوم این است که به همه معلوم است که پیمان در خارج از کشور هزارها کیلومتر دور فعالیت دارد و حکومت نیز به آسانی از قدرت رفتنی نیست. آیا پیمان یگان برنامه مشخصی برای تغییر وضعیت با نظرداشت وضعیت تغییرپذیر منطقه از جمله حوادث بلاروس دارد؟ بله دوستان عزیز، پیمان خیلی دور است. نه تنها پیمان، دیگر نیروهای مبارز اساساً از کشور بیرون هستند. اما من یک نکته رو برای شما بگم. نیروی اصلی مبارز در داخل کشور هست. نیروی اصلی مبارز خود مردم تاجیک هست، خود مهاجرین هستند. ما در بیرون بوده ها تنها می توانیم همکاری کنیم، پشتیبانی
رسانه‌ای کنیم و از لحاظ فکری، از لحاظ راهنمایی مشورت بدهیم. اما نیروی اصلی در داخل کشور هست و نباید نیروی مردم را نادیده گرفت. پیمان ملی تاجیکستان تمام نیروهایی که در بیرون هستند خود را خادم مردم داخل میدونند، خود را باید خدمتگار مردم داخل بدونند، نه اینکه ما در بیرون هستیم با مردم داخل اینجا برنامه تهیه میکنیم، اینجا نقشه میکشیم، مردم داخل را سفارش میدهیم که مردم چیکار باید کنند. این یک تاکتیک بسیار غلط است. بلکه ما در بیرون بوده ها که دستمون بازتر هست، زیر فشار نیستیم، آزادی بیشتر داریم، ما باید حرف دل مردم داخل را برسانیم، بگوییم و آن چیزی که ما امروز گفته ایستادیم این حرفی هم مردم داخل است که نمیتواند بگوید. به اصطلاح دیگر ما سخنگوی مردم داخل هستیم. اما نیروی مبارزی اصیل در داخل کشور هست. وقتی که این هماهنگی با وجود آمد، این نقطه وصل بین ما و بین داخل با وجود آمد و ما هم احساس کردیم که مردم داخل آماده هست و دارد آماده شده ایستاده است و این پیام را با ما فرستادن، اون وقت شما خواهید دید که مردمی در بیرون بوده چگونه رفتار خواهند کرد، چرا اعلان میکنن و مردمی در داخل بوده چگونه باید رفتار کنند. و نباید یک تصورات غلط با وجود بیاد که همه چیز در بیرون حل می شود و بیرون بودگی ها باید تصمیم بگیرند و در داخل بودگی ها تنها باید اجراشی باشند. این گونه نیست برادران عزیز، بلکه یک هم آهنگی و همکاری دو طرفه باید صورت بگیرد. اما چون ما یک مقدار آزادتر هستیم، امکانیت های بیشتر داریم، وضعیت را از بیرون از بالا میبینیم، شاید این به ما امکان بیشتر میدهد که بعضی طرح‌ها و بعضی فکرها را بهتر بگوییم و برای مشورت با مردم داخل در میان بگذاریم. انشاءالله اون روز که فرا رسید حتما شما شاهد بعضی صحبت‌های دقیق‌تر و مشخص‌تر خواهید شد. یک سوال دیگر است که برخی ها میگویند پیمان وقتی تأسیس شد چنین انتظار وجود داشت که مثل اتحاد نیروهای اپوزیسیون قوی خواهد شد، اما متاسفانه چنین نشد. نظر شما به این انتقاد چیست؟ این انتقاد جا دارد، اما دوستان عزیز باید یک نکته را به نظر بگیریم. نیروی اینات یا اتحاد نیروهای اپوزیسیون از دو بخش بود. یکی بخش سیاسی دیپلماتی و فکری که اون نخبگان و شخصیت‌های مثل استاد مرحوم استاد نوری همت‌زاده، استاد فرجانزاده، استاد لطیفی، عبدالنبی ستارزاده و ده ها نفرهای دیگر بودن که اون بخشی فکری و رهبری رو تشکیل میدادن که خدا را شکر امروز هم در پیمان در مبارزین هستن شخصانی که از شاید که در مرتبه اون استادان ما نیستیم هیچگاه، اما از روی تجربه و از روی انگیزه حداقل اون حالت رو دارن. اما یک بخش دیگری که اتحاد نیروهای اپوزیسیون داشت و قدرت اونم در اون بود، اون بخش نظامی بود که با نظر داشت شرایط آن زمان و وجود اپوزیسیون در افغانستان با پشتیبانی که استادان مرحوم برهانالدین ربانی، شهید احمد شاه مسعود و تمام مردم آزادیخواه افغانستان و دیگر کشورها با اپوزیسیون تاجیک کردند، یک مبارزه نظامی بسیار هم قوی راه اندازی شد که نیرو و قدرت اساسی اینا در اون بود. اپوزیسیون تاجیک امروز نیروی مسلح ندارد و این ضرورت را نمیداند، از این وسیله استفاده کردنی نیست و گفتیم برادری که پیشتر سوال داد هزارها کیلومتر دورتر از وطن قرار دارد. قدرت ما، توانمندی ما در سخن است، در کار دیپلماتی سیاسی هست، در مبارزه حقوق بشری و رسانه‌ای هست. حالا مقایسه کردن پیمان با اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک یک مقایسه بسیار هم دور از واقعیت است. همچنانه که دوستان عزیز نباید فراموش کرد که امروز در پشتیبانی حکومت رحمانوف که اون زمان نه چین اون چینی امروزه بود، خیتای به این حد بود، نه کشورهای منطقه روسیه به این حد بود، اون زمان یلتسین شرایط دیگر داشت و امروز در شرایط منطقه دیگر است. تمام دیکتاتورهای جهان امروز در حمایه حکومت امروزه رحمانوف قامت برافراختند، در صورتی که در پهلو و در پشتیبانی نیروهای آزادیخواه تاجیک و نه تنها تاجیک دیگری منطقه آسیای مرکزی هم ما نه یک کشوری را داریم، نه یک سازمان بین المللی را داریم.
این مردم مبارز تاجیک، مبارزان ملی خودشون به تنهایی دارن این مبارزه رو پیش برده ایستادن که با وجود این هم دیده ایستاده که خدا را شکر خیلی دستاوردها هست و بنابر همین نباید این مقایسه رو به این شکل انجام داد. خب یک سوال دیگر است که پیمان مردم رو به قیام مردمی دعوت کرد. آیا PMT یگان برنامه مشخص و نگاه روشن در این زمینه دارد؟ دوست عزیز یا دوستانی که این سوال رو مطرح کرده، این صحبت های ما در رسانه ها، در شبکه ها جایی نیست که ما بیاییم برنامه مشخصی را برای قیام مردمی با روز و ساعت با کی برمیخیزد در کجا معرفی کنیم. اگر باشد هم نباید در اینجا گفته شود. اما وظیفه یک نیروی مبارز مثل پیمان یا هر نیروهای دیگر در این است که باید این نبض جامعه را در دست داشته باشد، با مردم در مکالمه و گفتگوی دائمی باشد و مردم مشورت بدهد که چیکار کند و خود قیام مردمی را که پیمان ملی با آن دعوت کرد خود مردم انجام خواهد داد و الکی انجام داده ایستاده است. اون مبارزه که برادران ما در گوشه و کنارهای تاجیکستان کرده ایستادن، این بیانگر آن است که مردم تاجیک دیگر نیاز به دعوت پیمان ملی ندارد برای قیام مردمی، خودش الکی قیام کرده ایستاده است. شاید حتی مردم تاجیک دیگر با پیمان و با دیگر نیروهای مبارز دست بدهد که چیکار کنه. همین نشانه‌اش رو ما دیده ایستادیم. یک جوان 30 ساله از یک گوشه تاجیکستان از بدخشان امروز میگه که من میخوام پرزیدنت شوم. این نشانه چی است؟ این نشانه آن است که دیگر مردم خودش در داخل میدونه چیکار کنه، نیاز به کدام نیروی خارجی ندارد. وقتی که پیمان ملی تاجیکستان دعوت میکند به قیام مردمی، معنی آن را ندارد که ما به کسی سفارش میدیم یا راه نشان میدیم. معنی آن را دارد که ما پیش از همه به خودمان، بعد به مردم عزیز میگیم که دیگر از خود دفاع کنند، خود را بشناسند و در چارچوب قانون در پی مبارزه باشند. البته نشانه‌های قیام مردمی هست، ما نگاه روشن هم داریم، نبض جامعه را در اختیار داریم و مطمئن باشید که این هماهنگی دائمی بین ما و تمام قشرهای جامعه در داخل و خارج وجود دارد. خب یک سوال دیگر آمده است، به نظر شما حوادث اخیر بلاروس چه تأثیری به تاجیکستان خواهد داشت؟ حتما تاثیر دارد. ببینید حکومت تاجیکستان از هیچ قیام مردمی در سابق شوروی نترسید مگر اینکه از قیام مردمی بلاروس ترسیده باشد. اعتراضهای ارمنستان و گرجستان هم که نتیجه دادن، اما برای حکومت تاجیکستان و برای مردم تاجیک این مقدار تاثیر نداشت. چرا؟ یکم اینکه خود شخصیت لوکاشنکو دقیقاً مثل رحمانوف است، البته یک کمتر بهتر، چون یک کمتر باز هم یک کشور اروپایی هست و تجربه مناسبت با مردم را بهتر و خوبتر دارد. اما چون هر دو نزدیکن از لحاظ پسیکولوژی رفتار جهانبینی، یک تأثیر به بالای رحمان هم سخت داشت. از طرف دیگر بالای مردم تاجیک هم تأثیر رسانده است و مردم تاجیک حتما از این اعتراضها درس خواهند گرفت. همین است که مردم تاجیک دعا کرده ایستاده است، آرزو دارد که اعتراض مصالحت آمیز مردم بلاروس نتیجه بدهد. رحمانوف هم آرزو دارد که این اعتراض مردمی شکست بخورد به یک شکل و لوکاشنکو در صدر قدرت بماند، تا اینکه وابسته به نتیجه حادثه‌های بلاروس در تاجیکستان هم حتما، حالا نگویم که 100% همون تکرار خواهد شد، حتما یک تأثیر با اون خواهد گذاشت. خب یک سوال اخیر است، بعدا شاید دیگر دوستان در این باره نظرهای خود را بگن و بعدا جمع بحث کنیم. اینجا سوال است که موارد نقض جدی حقوق بشر شروع از سال 2015 رو به افزایش است. آیا پیمان برای برنامه برای جوابگری کشیدن حکومت تاجیکستان و دادگاه‌های بین‌المللی دارد؟ آیا کار در این زمینه شده است؟ دوستان گرامی، من نمی‌خواهم پیش از انجام کار زیاد در این باره حرف بزنم و من قسما در اون بخش حقوقی گفتم که شاید تاجیکستان یگانه کشوری هست که 15 پرونده زندانیای سیاسیش به سازمان ملل رفت و نتیجه خوب داد. این چه معنی دارد؟ معنی آن را دارد که الکی اپوزیسیون تاجیک تجربه، دانش و ملکه کافی
برای بردن پرونده هایش به سطح بین المللی رو دارد و این برای ما زمینه ای را به وجود میارد که ما یک قدم بیشتر بگذاریم و بیایم دستاندرکاران این نقض حقوق بشر را چه در گذشته و چه امروز دیگر فقط وارد لیستی مثلا مگنیتسکی نکنیم، نبریم به سازمان ملل، بلکه به دادگاه‌های بین المللی بکشونیم و در سطح دادگاه‌های بین المللی همچون جنایتکار ضد بشر اونها شناخته شوند که انشاءالله این روز دیر نخواهد بود. ما با اون روز که رسیدیم حتما اعلان خواهیم کرد. خب فعلا این بود صحبت‌های من، جواب‌های من. اگر دوستان هر کدام گفتنی در این زمینه دارن بفرمایند و استفاده کنید. هر کدام از این دوستانی که در استودیو هستن از سخنران‌ها میتوانند بعضی ملاحظه‌های خود را در این زمینه بگویند. پاسخهای رئیس به سوالها پوره بودند و علاوه ندارم. اگر دوستان علاوه داشته باشند مرحمت. حالا دوستان کسی اگر علاوه گفتنی داشته باشد بفرمایند، اگر نه دیگر آیسته جنبست کنیم چاره دیگر. علاوه نیست از دوستان، از کسی؟ خب دیگر دوستان گرامی، صدای من هست در استودیو در مرکز؟ بله. خب دیگر دوستان گرامی، همینجا ما با آخرین چاره‌بینی رسیدیم و این یک تجربه اول بود برای برگزاری چاره‌بینی‌های آنلاینی. شاید که در آینده از این نمود چاره‌بینی‌ها، نشست‌های فکری سیاسی را ما بیشتر کنیم و در خدمت ملت عزیزمون باشیم و از یک و یک شما اظهار میnnت‌داری میکنم به همه شما، بخصوص و همراهان و دوستانمان در پیمان ملی، نه تنها کسانی که در این استودیو هستند بلکه با یکایک اعضای شورای رهبری پیمان ملی و همه مسئولین دفترهای پیمان ملی و همه اعضا و جانبداران پیمان و اینچنین به همه کسانی که در این مبارزه سخت و دشوار در پهلوی ما بودند، هستند و امیدواریم که میمانند. بگذار این مبارزه ما ثمره‌های خود را بدهد و هر چه زودتر برگردیم به وطن عزیز. اما این را هم فراموش نکنیم که خیلی پیشتر گفتیم مبارزی اصلی، نیروی اصلی ملت در داخل کشور هستند و یکایک شما را به خداوند منان میسپاریم تا چاره‌بینی‌های دیگر. خداوند نگهبان باشد. خدا حافظ شما. خدا نگهدار شما. خداحافظ دوستان عزیز. استودیو مرکزی هست سلامت و سربلند باشید. قطع کنیم برنامه را یا صحبت رو چیکار کنیم؟ چی دستون میشه؟